فصل 12 قانون دعا. این روزها درباره قدرت دعا فراوان میشنویم. میگویند دعا نیرومندترین قدرت کائنات است. اغلب میشنوید که دعا همه چیز را عوض میکند. یا خانواده‌ای که دست جمعی دعا کند اتحادش پابرجا میماند. شاید نامه‌هایی دریافت کنید که روی تمبر آنها نوشته شده باشد برای صلح دعا کنید. یا عمل معنوی سازنده است. سازمان ملل به دعای شما نیاز دارد. هر نشریه‌ای را که می‌گشایید مطلبی درباره قدرت دعا در آن می‌خوانید و به هر کجا که می‌روید همه درباره این موضوع گفتگو می‌کنند. درباره قدرت دعا گفته‌اند دعا عمیقاً ساده است و به سادگی عمیق. اخیراً رئیس یک بنگاه معاملات ملکی بزرگ مدتها با من درباره قدرت دعا صحبت کرد. او می گفت این دنیا بیش از آنچه بسیاری از مردم فکر می کنند معنوی است. مردم اغلب نقاب بر چهره دارند و نمی دانند درباره اعتقادشان به دعا یا درباره دعاهای مستجاب شدهشان حرف بزنند یا نه. آنگاه گفت اخیراً که بیمار شده بود عده‌ای از همکاران و دوستان اداری به اصطلاح صمیمی در خلوت به عیادتش به بیمارستان آمدند و از قدرت دعا برای شفا و دعاهای مستجاب شده خودشان برایش تعریف کردند و حتی چند نفر از آنها پس از بهبودش نیز او را در ساعت نهار دعوت می‌کردند تا تجربه‌های بیشمارشان را از دعاهای مستجاب شده با او در میان بگذارند. میگویند دعا تلاش پیوسته آدمی برای شناخت خداست. کاملا خلاف آنچه بیشتر مردم میپندارند، دعا برای انسان امری طبیعی است، نه کاری غریبه و نامأنوس و رازگونه. انسان همواره دعا کرده است و همواره دعا خواهد کرد. آدمی با ادراک بدوی خود، آب و آتش، آفتاب و ستارگان، جانوران، گیاهان، تصاویر و اساطیر را نیایش می‌کرده. اما آنچه قطعی و مسلم است این است که انسان بدوی نیایش می‌کرد. بعدها که عقل آدمی تکامل یافت و توانست خدا را به صورت ایزد یا الهه‌ای دارای صفات و احساسات انسانی تصور کند، تصمیم گرفت به هنگام دعا با پیشکش‌های قربانی استغاثه‌هایش را به درگاه او ببرد. یهودیان باستان که نگرش معنوی نیرومندی نداشتند، میپنداشتند خدا به چشم کرمهای خاکی به آنها مینگرد. متاسفانه هنوز هم کسانی هستند که به علت فهمی محدود از ذات راستین خدا به درگاه آنچنان خدایی دعا میکنند. آدمیان در همه اعصار به طریقی دست به دعا برداشتند. دست آخر آدمی برخاسته از نگرش بدوی یا عقلی محض به سوی فهم راستین معنوی خدا گام برمی‌دارد. اکنون شیوه‌های دعای ما در حال دگرگونی و گسترش و بهبود است. آدمی سرانجام دریافته که خدا موجودی خصمناک یا شخصیتی دارای دوگانگی خیر و شر نیست. خدا خدای عشق و محبت است. اصل دگرگونی ناپذیر نیکی محضی که عالم منظم را احاطه کرده است. نیایش و راز و نیاز با چنین خدایی آسان است. اگرچه تا کنون از قوانین گوناگون توانگری سخن گفته ایم، به راستی نمیتوان قدرت دعا را در ایجاد توانگری مدام و رضایت بخش نادیده انگاشت. انسانی که هر روز به طور منظم دعا می کند می تواند یقین بدارد که کامیاب خواهد شد. زیرا خود را با غنی‌ترین و کامیابترین نیروی کائنات هم نوا می کند. عیسی مسیح وعده داده است و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. این آیه کتاب مقدس نشان می دهد که دعا برای حصول چیزها ایرادی ندارد. بسیاری از مردم قدرت دعا را نیازمودند، زیرا میپندارند که دعا برای کسب اشیا خطاست.
البته مراد عیسی مسیح این نبود که تنها باید برای حصول چیزها دعا کرد. اما او می‌دانست که اگر نخست برای کسب اشیا دعا کنید، به قدرت دعا واقف خواهید شد. آنگاه خواهید خواست که هرچه ژرف‌تر و افزونتر قدرت دعایتان را بپرورانید. میگویند زنی برای یافتن همسر دست به دعا برداشت. 6 هفته نگذشته بود که شوهر را پیدا کرد. آنگاه 6 سال به دعا نشست تا از شر او خلاص شود. آنچه را زن نفهمیده بود این بود که میبایست به روشنی انتخاب الهی را قید میکرد. زیرا انتخاب الهی همواره عالی و والاترین پاسخ به نیاز شماست. اگر به چیزی نیاز دارید کاملا درست و بجاست که برای دریافتش دعا کنید. زیرا در عالمی غنی زندگی می کنید که می خواهد همه نیازهایتان را برآورد. میان شخصیت‌های کتاب مقدس که برای کسب چیزهای معین دعا می‌کردند، می‌توان ابراهیم، آسا، دانیال، داوود، الیاس، حزقیل، حنا، یهوشافاط، یونس، یوشع، موسی، سلیمان و نحمیا را نام برد. عیسی مسیح نیز بارها برای ظهور چیزهای معین دست به دعا برداشت. تنیسن میگوید از دعا بسی کارها برمیآید. امت فاکس میگوید دعا همه چیز را عوض می کند. دعا سبب می شود روال امور وارونه شود و به راه دلخواه بیفتد. ابداً فرقی نمی کند که دچار چه مشکلی هستید یا علت مشکلتان چه بوده است. دعای کافی شما را از مشکلتان بیرون می آورد. تنها اگر در دعا به درگاه خدا مصر باشید. برای دعا به درگاه پدر آسمانی یا خدای مهربانی که سرشار از تفاهم است، هم می توانید زانو بزنید، هم می توانید آسوده لم بدهید. می توانید به کلام بلند یا به سیمای راز و نیازی خاموش به درگاهش دعا کنید. می توانید با استفاده از کتاب نیایش یا ورق زدن کتاب مقدس به درگاهش پناه ببرید. یکی از بهترین راه‌ها برای دعا بلند خواندن یا خاموش خواندن دعای ربانی است. پس شما به این طریق دعا کنید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف امروز ما را بده و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. قدما معتقد بودند که دعای ربانی بسیار قدرتمند است و بیوقفه بین 12 تا 15 بار آن را تکرار می‌کردند. اغلب 15 بار آن را تکرار می‌کردند زیرا اعتقاد داشتند که رقم 15 دارای خاصیت و قدرت از میان برداشتن موانع است. یکی دیگر از بهترین راه‌های دعا این است که با چشمان بسته صاف بنشینید و در سکوت و در آرامش باطن در ناحیه پیشانیتان نور خدا را ببینید یا آرام به نام خدا بنشینید. این سکوت اقتدار معنویتان را رها و متجلی می کند. آنگاه به آسانی به آرای درست و اعمال درست و ثمرات درست دست می‌یابید. چارلز فیلمور درباره قدرت نام عیسی مسیح می نویسد: او هنوز در عرصه‌های اسیری و معنوی این عالم به سر می برد و مدام با کسانی که به هنگام دعا اندیشهشان را به او معطوف کنند در تماس است. وقتی نام عیسی مسیح را بر زبان می آورید، نیرومندترین طیف و قدرتمندترین تموج را به حرکت در می آورید. عیسی مسیح نامی فراسوی همه قانونها و قدرتها و دارای همه نیروهای زمین و آسمان است. نامی صاحب همه جوهرهای کیهانی.
به همین دلیل چون بر زبان آید همه نیروها را به فعالیت وامی دارد تا ثمرات نیکو به بار آورد. از این رو عیسی مسیح گفت: هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر تجلی یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. یکی دیگر از شیوه های قدرتمند دعا این است که ببینید حضور و قدرت خدا در همه حال از شما و منافعتان حمایت می کند. بانویی برایم نوشت: 20 سال بود که جز نفرت احساسی نسبت به شوهرم نداشتم. اما به خاطر فرزندانم نمیخواستم از او جدا شوم تا اینکه عاقبت درباره قدرت دعا و حمایت عیسی مسیح شنیدم. پس هر روز پس از دعا مجسم می کردم که عیسی مسیح به سراغ شوهرم می رود و روی او کار می کند. حتی مجسم می کردم که با او ناهار می خورد. حتی مجسم می کردم که عیسی مسیح همراه او برای ناهار به خانه ما می آید و شوهرم به دست پختم و رفاه خانه ما افتخار می کند. اکنون ثمره دعاهایم این است که شوهرم از زمین تا آسمان عوض شده است و دیگر آن مرد خودخواه و خشن و خام و بی توجه و بی عاطفه پیشین نیست. اکنون همسری مهربان و اندیشمند با ملاحظه، پرمهر و شادی بخش است. حالا به آسانی می توانم دوستش بدارم و او را همدم و مونس خود بخوانم. زمانی شیوه ویژه‌ای از دعا به حالتان سودمند می‌افتد و زمانی دیگر شیوه دیگر را مفید می‌یابید. در این عصر که این همه درباره تکرار عبارات تأکیدی و دعای علمی و مراقبه و مکاشفه و دعای خاموش و سکوت و سکون می‌شنویم، باید بدانیم که دعا به شیوه عام قدیم هنوز هم معتبر و قابل استفاده است و مانند همیشه دارای قدرت عظیم معنوی است. یقین بدارید که خدا همواره با شما و درون شما و کنار شماست و دعاهایتان را میشنود. خواه مشکلتان این باشد که پسرتان سرفه می کند، خواه نازا باشید و از خدا بچه بخواهید و خواه کینه و عداوتی کهنه زخمی دلخراش به جانتان افکنده باشد، به دعا پناه ببرید که هرچه تلخی را می زداید و صلح و صفا و آرامش می آورد. بانویی برایم تعریف کرد که سالها نسبت به پدرش احساس سردی و دوری می کرد. وقتی بچه بود پدرش مادرش را طلاق داده بود. روزی پس از سالها بیخبری از پدرش نامه‌ای رسید که قصد دارد به شهر او بیاید و از آنها دیدار کند. ناگهان همه غم‌های گذشته در وجودش جوشیدن گرفت. آنگاه کنار تختش نشست و سرش را بر بستر گذاشت و به درگاه خدا دعا کرد تا آنچه درست و نیکوست از این وضعیت برخیزد. پس از احساس سکون و آرامش به دلش افتاد که به پدرش نامه بنویسد و بگوید که منتظر آمدن اوست. وقتی پدرش رسید باورش نمیشد که این همه با او و شوهر و بچه‌هایش هماهنگ باشد. این خانم گفت راستش بهترین میهمانی بود که در همه عمرم به خانه‌ام آمد. تمام 10 روزی که منزلشان میهمان بود مدام میخندیدند و شاد بودند و یک عالم حرف و تجربه برای رد و بدل کردن داشتند. 6 ماه بعد برایش خبر رسید که پدرش در شهری دور درگذشته است. از این رو سپاسگزار بود که خالصانه دعا کرده بود و هدایت طلبیده بود و از آخرین دیدار با پدرش لذت برده بود. معاون خزانه‌دار بانکی احساس کرد که زمان ازدواجش فرا رسیده. او که زنی بسیار جذاب، اجتماعی، دارای دوستان و آشنایان فراوان و فعالیت‌های وسیع و گسترده بود، هنوز با مرد دلخواهش روبرو نشده بود. این حرف به گوش سرایدار رسید و به خانم معاون گفت که اگر برای این مسئله دعا کند، دیدار با مرد دلخواه و تشکیل خانه و زندگی سرشار از سعادت کاملا میسر است. خانم خزانه‌دار به سرایدار گفت که پیشاپیش بارها دعا کرده است و نتیجه نگرفته است. قرار شد که هر روز بنشینند و با هم برای این موضوع دعا کنند.
چند ماه نگذشته بود که یک روز صبح با انگشتری بریلیان بسیار زیبایی نزد همکارانش رفت و گفت من نامزد شدم. از آن روز به بعد به همه میگوید که ازدواج سرشار از خوشبختیش را به دعا مدیون است. موسیقیدانی بیکار بود. همراه با گروهی که با آنها کار میکرد به فلوریدا رفته بود و در آنجا از کاری که به آنها وعده داده بودند خبری نبود. این موسیقیدان دست به دعا برداشت که اراده متعال خدا از این وضعیت برخیزد. روزی که او و سایر اعضای گروه در دفتر مرکزی دیداری داشتند، نماینده آنها از نیویورک تلفن کرد که در تگزاس کاری برای گروه پیدا کرده است. هیچ یک از اعضای گروه خبر نداشت که این موسیقیدان برای موفقیت گروه دعا کرده بود یا اینکه به دعا اعتقاد داشت. با این حال خودش احساس می‌کرد که یافتن کاری چنین طولانی و موفق بی تردید حاصل دعاهای اوست. بانویی در خانه روستاییش در دل جنگلی انبوه بود و همسرش برای انجام مأموریتی اداری به سفر رفته بود که جنگل آتش گرفت و مایملک او را احاطه کرد. نمی‌توانست خانه را ترک کند تا به طریقی به شوهرش خبری برساند. وانگهی شوهرش بین راه بود و نمی‌شد او را پیدا کرد. پس دست به دعا برداشت و گفت: ای پدر آسمانی، تو باید من و خانه و ملکم را نجات بدهی، چون از دست خودم کاری ساخته نیست. آنگاه مسئله را به دست خدا سپرد و خودش به بستر رفت و با خیال آسوده خوابید. صبح فردای آن روز که از خواب برخاست و به جنگل رفت تا سر و گوشی آب بدهد، دید که تنها چند کنده درخت در حال سوختن است. وقتی برای بازرسی بیشتر به درون جنگل رفت، دریافت که آتش تا لبه ملک او آمده و همونجا متوقف شده است. عیناً معجزه بود. کمی بعد هنگامی که نگهبان جنگل رسید گفت: تنها توضیحی که میتوان داد این است که حتما دعا کرده ای. حالا شاید به سر شما هم همان فکری آمده باشد که روزگاری به سر پسرم آمد. روزی یکی از دوستانش او را در خیابان دید و حال مرا پرسید. پسرم پاسخ داد: حالش خوب است اما خیلی دعا می کند. دوستش پرسید: وقتی دعا می کند اتفاقی هم می افتد؟ پسرم جواب داد: البته که می افتد. هر وقت مادرم دعا بکند حتما اتفاقی می افتد. اما اگر شما احساس می‌کنید که دعاهایتان چندان مؤثر، قدرتمند و رضایت بخش نیستند، شاید نیازمند پرورش شیوه‌های ویژه‌ای از دعا هستید. مثلا دعای نفی که به معنای تکذیب و انکار و برطرف کردن، زدودن، رها کردن، نپذیرفتن و زیر بار نرفتن درباره چیزهایی است که خوشایند و دلپذیر نیست. دعای نفی به شما کمک می کند تا امور را آنگونه که هستند نپذیرید و اندیشه های منفی درباره آنها را از ذهنتان بزدایید و راه را برای چیزی بهتر بگشایید. دعای نفی به شما کمک می کند تا هر شیء یا شخص یا رابطه زائد را از زندگیتان بیرون برانید و تنها آنچه را عالی، بی همتا و خواست خداست نگاه دارید. دعای نفی یعنی این گرایش که میگوید: من این وضع را تحمل نمی کنم یا با این تجربه کنار نمی آیم و امور را همان گونه که هستند نمی پذیرم، زیرا خدا دوستم دارد و تنها نیکی کامل و والاترین موهبت‌های او را می پذیرم. انسان به شدت نیازمند دعای نفی است. چه بسیارند افرادی که در ترس و سازش و نارضایی دست و پا میزنند، حالان که می توانستند از عالی ترین زندگی بهره مند باشند، اگر می دانستند چگونه به هر تجربه‌ای که بهترین و بالاترین هدیه زندگی نیست نبگویند. اما باید به دنبال آنچه نمیخواهید، آنچه را میخواهید بر زبان آورید. مثلا وقتی میگویید نه این را نمیپذیرم، باید بگویید به جایش این یکی یا چیزی بهتر را میپذیرم. وقتی عیسی مسیح گفت بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد، مرادش اشاره به همین دعای نفی و دعای تأیید و تأکید بود. وقتی در عهد عتیق در باب 14 کتاب هوشع می‌خوانیم: با خود سخنان گرفته
با خود سخنان گرفته به سوی خداوند بازگشت نمایید و او را گویید تمامی گناه را عفو فرما و ما را به لطف قبول فرما. یا بهتر اینطوری بگم که با خود سخنان گرفته به سوی خداوند بازگشت نمایید و او را گویید تمامی گناه را عفو فرما و ما را به لطف قبول فرما. همانا به دعای پویای نفی و دعای تایید و تأکید دست برداشتید. هرگاه با وضعیتی ناخوشایند روبرو شدید می توانید آن را انکار کنید و به پدر مهربان آسمانی بگویید هر آنچه را گناه است حذف و عفو فرما، زیرا من تنها نیکی و لطف و فیض را می پذیرم. مدت‌ها پیش از ظهور عیسی مسیح، مصریان برای دفع شر از قدرت نفی بهره می‌جستند. مصریان با استفاده از علامت صلیب، پلیدی را پاک و محو می‌کردند. این نوعی دعای تکذیب و انکار است که هنوز توسط بعضی از کلیساها مورد استفاده قرار می‌گیرد.